سلام به همگی، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز قرار ما هم یکی از بزرگترین ترس‌های دنیای مدرن رو با هم بررسی بکنیم. چیزی که هم میتونه زندگی ما رو به طرز شگفت انگیزی راحت‌تر بکنه و هم میتونه روزی باعث نابودی بشر بشه. هوش مصنوعی. خیلی از ماها در طول روز بدون اینکه متوجه بشیم داریم از هوش مصنوعی استفاده میکنیم. وقتی با گوشیمون حرف میزنیم، وقتی توی گوگل سرچ میکنیم، وقتی یوتیوب و اینستاگرام ویدیو به ما پیشنهاد میدن. اما پشت این تکنولوژی فوق‌العاده پیشرفته رازهای وجود داره که حتی دانشمندا هم از اونها بیخبرن. امروز قراره 10 تا از ترسناکترین در عین حال عجیب و غیر باور هوش مصنوعی رو با هم بررسی میکنیم. چیزی که باعث میشه دوباره از خودمون بپرسیم آیا ماشین ها میتونن روزی جای انسان ها رو بگیرن؟ هوش مصنوعی میتونه کاری رو انجام بده که یک انسان قرنها زمان برای انجام دادنش نیاز داره. برای مثال AI شرکت دیپمین تونست در بازی شطرنج و گو همه قهرمان‌های اون بازی رو شکست بده. اون هم فقط بعد از چند ساعت تمرین کردن. این به ما نشون میده اگر هوش مصنوعی بخواد کاری رو انجام بده میتونه خیلی زودتر از ما انسان‌ها در اون کار استاد بشه. بعضی از مدل‌های AI میتونن بدون دخالت انسان و بدون داده‌های وارد شده قبلی شروع به کشف قوانین و روش‌های جدید بکنن. برای مثال در یکی از آزمایش‌ها 2 ربات هوش مصنوعی تونستن زبانی رو اختراع بکنن و با اون با هم صحبت بکنن و دانشمندان مجبور شدن اون پروژه رو متوقف بکنن چون دیگه متوجه نمی شدن ربات‌ها دارن چی به هم میگن. هوش مصنوعی و ربات‌ها قراره میلیون‌ها شغل رو در آینده حذف بکنند. راننده‌ها با ماشین‌های خودران، کارگرها با ربات‌ها و ماشین‌های صنعتی و حتی برنامه‌نویس‌ها با کدنویسی هوشمند. بر اساس تحقیقات قراره 40% شغل‌های روزی در 20 سال آینده توسط AI و هوش مصنوعی کنار گذاشته بشن و حذف بشن. هوش مصنوعی در حال حاضر در پزشکی، قضاوت و حتی سیاست هم داره استفاده میشه. اما مشکل اینجاست که AI قلب و اخلاق نداره و فقط بر اساس داده ها تصمیم گیری میکنه و اگر یک روزی قرار باشه در دادگاه تصمیم های مهم گرفته بشه آیا ما میتونیم به تصمیم یک ماشین اعتماد بکنیم؟ کشورهای بزرگ مثل آمریکا، چین و روسیه دارن روی ارتش‌های رباتی کار میکنن. پهپادهای هوشمند که خودشون تصمیم میگیرن چه چیزی رو هدف قرار بدن. حالا تصور کنید اگر یک هکر کنترل این ربات‌ها رو در دست بگیره چه اتفاقی قرار بیفته؟ شاید یک جنگ جهانی دیجیتالی اتفاق بیفته.
AI میتونه ویدیوها یا صداهای جعلی درست بکنه که اصلا قابل تشخیص نیستن. همین الان هم خودمون میبینیم چقدر دارن آهنگهای امروزی رو به صدای هایده و محصلی برمیگردونن. حالا شما فکر کنید که یک روز رئیس جمهور یک کشور اعلام جنگ بکنه که اون ویدیو کاملا جعلیه. این یعنی ممکنه حتی حقیقت هم گم بشه. شاید فکر بکنید که انتخاب‌های شما در اینترنت و فضای مجازی کاملا شخصیه و نظر خودتونه، در حالی که الگوریتم‌ها کاملا میدونن شما چه چیزهایی رو دوست دارید. AI یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک شما رو وادار میکنن ساعتها پای گوشی خودتون بمونید. یه جورایی مغز ما رو برنامه‌ریزی میکنن. الگوریتم‌های AI همین الان هم در بازار بورس فعالیت میکنن. خاطر همین اگه فقط یک باگ یا حمله سایبری اتفاق بیفته میتونه میلیاردها دلار رو در عرض چند ثانیه نابود بکنه. استیون هاکینگ و ایلان ماسک هر دو هشدار دادن که اگر برنامه‌ها و الگوریتم‌های AI رو درست مدیریت نکنیم میتونن روزی بر علیه ماها عمل بکنن، نه از روی کینه یا نفرت، بلکه خیلی ساده، چون ماها دیگه جایی در برنامه هاشون نداریم. این فقط بخشی از حقایق ترسناک و عجیب هوش مصنوعی بود. حالا سوال اینجاست که آیا واقعاً هوش مصنوعی دوست ما خواهد بود یا دشمن ما؟ آیا آینده روشن‌تر میشه یا تاریک‌تر؟ کامنت کنید و به هم بگید که کدوم یک از این 10 حقایق شما رو بیشتر ترسوند یا شوکه کرد. و مثل همیشه برای ویدیوهای بعدی کانال لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی ممنونم تا آخر ویدیو با من همراه بودین و به حرفای من توجه کردین. امیدوارم ویدیوهام رو دوست داشته باشین. تا ویدیوی بعدی پیس اوت.